ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён. китоби чорум, гуфтори 126. اردشیری بابکان اهل شعر و نوا و موسیقی را به قطاری طبقه ممتاز در آورده خسروی انوشیروان و خسروی پرویز به سنتی پذیرایی نوروز شکوهی زیادی افزوده بودند. در زمان دولتداری ساسانیان آهنگهای موسیقی به مقداری روزهای سال آفریده شده در جشنهای نوروزی سلسله آهنگهای هفتگانه خسروانیات نواخته می شدند. دیرتر سلسله آهنگهای خسروانیات در موسیقی عهد اسلامی عرب با نام طریق الملوکیه یعنی اسلوب شاهانه مشهور گردیدند. در این دوره نوازندگان و سرایندگان مشهوری درباری ساسانیان باربدی مروی، نکیسای چنگی، رامتین، سرکش، بامشاد، سرکب، گیسوی نواگر و دیگران پدید آمدند که آنها شهرتی ترانه و آهنگهای مراسمی و سرود و نواهای حماسوی را دوچند افزودند. مثلا باربدی مروی 7 سلسله آهنگهای خسروانیات را وابسته به تعدادی 7 روز هفته ترتیب داده 30 لحن را وابسته به 30 روز ماه و 360 دستان را به تعدادی 360 روز سال آفرید و شکوه و شهامات نوروز، مهرگان و صده را مقام دولتی و تنتنه عمومی ملی بخشید. نوا و آهنگ‌های مشهوری آن روزگار با نام نوروزی بزرگ، آهنگی کیقوبات، آهنگی مهرگانی، آهنگی سبزداری سبز، نوروزی خرد، باد نوروزی، مهرگانی خرد، آرایش خورشید، راهی شبدیز و غیره به شمار می رفتند. عرب‌ها در عهد خلفای راشدین و امویان بعد اصطلاح قلمروی ایران و آسیای میانه کوشش کردند که جشن‌های قدیمه و عنعنوی خلق‌های ایرانی نژاد را از میان برند، ولی پشتیبانی فداکارانه مردم ایرانی تبار از رسم و آیین‌های ملی و جشن‌های سنتی بزرگ داشت و ارجگذاری پیگیرانه نوروز و مهرگان اهل علما و صدر نشینان عرب را وادار نمود که سنت‌های قدیمه نیاگان ما را ناچار
بپذیرند. دیرتر آنها نوروز را با نامی سنتی جمشید پذیرفته به جشن گرفتن آن رخصت دادند و بنا به معلومات سید نفیسی حتی شاعران و راویان و داستان سرایان عرب در وصف نوروز و مهرگان شعرها و آهنگها و ترانه‌های دلنشین آفریدند. در عهد خلفای عباسی در بغداد به علم موسیقی اهمیتی خاص داده می شد. آهنگسازان و نوازندگانی ممتاز و سرایندگانی چیردست از قبیل سید ابن مسجی، مسلم ابن مهریز، ابراهیم ابن ماهان، ابراهیم موسیلی و پسری او اسحاق موسیلی، منصور زلزیل، دیرتر صفی الدین ارموی و ابوالحسن زریاب علمی موسیقی و شعر و نوا را به اوج کمالات رسانیدند. با دستور خلیفه های عباسی یکی از موسیقی شناسان و شاعرانی زبردستی ایرانی تبار ابوالفرج اصفهانی که در بغداد و حلب ندیم خاصی دربار بود، تقریباً سال 955 با نام کتاب الاغانی، کتابی سرودها، رساله‌ای را در لحن و آهنگ‌های موسوم به نوروز و مهرگان و دیگر سنت‌های موسیقی عجم و عرب ایجاد نمود که این از نفوذ دوباره و احیای رسم و آیین‌های ملی نیاگان ما بشارت می‌دهد. دین مبین اسلام و جشن‌های سنتی و آیین و مراسم‌های کهن خلق‌های ایرانی نژاد ارجگذاری نموده، روح اساطیری آنها را به مذهب خیش مطابق ساخت. اهل علما و پیشوایان اسلام ضمن روایت و حدیث‌های دینی سازگار بودن نوروز و مهرگان را به دین اسلام و فرهنگ و تمدن آن تلقین می کردند. مثلا محمد باقری مجلسی در رساله اسماء العالم قرابت نوروز را با چندین رویدادهای تاریخی و مذهبی اسلام اساسناک نموده به این عید کهن ملی ایرانی نژادان روح و صفای تازه بخشیده است. و پنداری علمای اسلام پیروزی علی ابن ابو طالب در محاربه نهروان و کشته شدن ذوالصفیه یکی از سرکرده های فرقه خارجیه به نوروز راست می آید. گذشته از این گویا امام 12 اهل شیعه امام مهدی در روز نوروز به عالم علوی عروج کرده از دیده مردم غایب شده است و مجدداً در عالم سفلی اندر همین روز به ظهور خواهد آمد. به نکات بالا می توان افزود که امام جعفر صادق نیز نوروز را برای خواستن نیازها
و برآوردن آرزوهای نجیب روزی فرخنده شمرده ذکر کرده است که حضرت آدم علیه السلام در آغاز فروردین آفریده شده است. همین طریق مراسم و سنت‌های ملی نوروز و مهرگان و صده از تمدن آریایی به تمدن اسلام وارد شده به ارزش‌های اسلامی مطابق گردیدند و مضمون و محتوای تازه پیدا کردند. در عین حال بعضی از خلیفه‌های عرب جنبه‌های تقویم شناسی، یعنی در روی منطقه البروج قرار گرفتن خورشید و برابری شب و روز تعادل بهاری را پذیرفتند. حتی خلیفه متوکل 847-861 سال شماری کبیسه را که بعد از سر خسروی پرویز رعایت نمی شد و از حساب تعادل بهاری دور رفته بود، فرمود تا تقویم را اصلاح کنند و نارسایی های کبیسه را به تنظیم درآورند. این امر او دیرتر در عهد دولتداری خلیفه معتضید سالهای 866-869 به انجام رسید و تغییرات و تکاملاتی پدید آمده با نام تقویم نوروز المعتضید مشهور شد. به قول محمد ملایری در عهد عباسیان و امویان در پیروی به شاهنشاهان ساسانی دادن تحفه‌های نوروزی و آوردن عیدانه به رسمیت می درآید. به اندیشه این محقق اولین تحفه عیدانه نوروزی در زمان خلفای راشدین به علی ابن ابو طالب در شهر کوفه از جانب چندی از دهقانان و بزرگان شهر پیشکش شده بود. آنها برای او در ظرف گرانبهای طلایی میوه‌جات و شیرینی‌های نوروزی تقدیم نمودند که امام مذکور از چشیدن این پاداش خوشحال شده ابراز نمود: نوروزنا کل یوم، یعنی هر روز ما را نوروز گرداند. سپس به عاملان خراج دستور داد که ارزش آن ظرف گرانبها را از خراج سالانه هدیه کنندگان کم کنند. محمد ملایری احیای نوروز را یکی از خدمت‌های بزرگی دبیران ایرانی شمرده ذکر می نماید که پذیرایی عید نوروز در عهد عباسیان دوباره رایج گردیده به عید عمومی مسلمانان تبدیل یافت و حتی خلفا در تجلیل آن اشتراک می کردند. گذشته از این در ادبیات عهد عباسیان شعرها، قصیده ها و نامه های تهنیتی پدید آمدند که به عید نوروز بخشیده شده. نوشتن نامه های نوروزی تبریکی و تهنیتی در دایره دانشمندان، دبیران و وزیران و والیان و حاکمان معمول گردیده است.
حتی در این دوره اربابان ذوق و هنر اشعار نوروزی را در کتاب‌های علاهیده گردآوری نمودند که در بین آنها النوروز و المیهرجانی علی ابن هارون، العباد و نواریزی موسی ابن عیسی کسروی، الاشعار السایر فی النوروز و المیهرجانی حمزه اصفهانی شهرتی زیاد داشتند. آیین نوروز با هدایت و پشتیبانی خاندانی برمکیان، سهلیان، کاووسیان، دیلمیان و نوبختیان در شهرهای کوفه و بصره و دمشق و بغداد نفوذ تمام یافته، دیرتر در عهد دولتداری طاهریان، صفاریان و سامانیان در قلمرو خراسان و ماوراء النهر، بخصوص شهرهای نشاپور و مرو، بلخ و هرات، بخارا و سمرقند، ری و اصفهان و شیراز و همدان با شکوه و شهامت خاصه استقبال گرفته می شد. واقعاً اگر پذیرایی نوروز، مهرگان و صده، برد و باختهای راهی پیموده و جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی آن را مورد بررسی قرار دهیم، بی اختیار می‌بینیم که این آیین‌های مراسمی چون رمزی همبستگی خلق و ملت‌های آریایی تبار در طول هزار سالها با سیمای خاص ادامه داشته، در طول دولت و دولتداری‌های مختلف بدون از دست دادن اصالت و هویت اصلی خود تحول و تشکل یافته تا به امروز با شکوه و شهامت خاصه در بین کل آریایی تباران و حدودهای پهناوری آسیای میانه، ایران، افغانستان و کشورهای همجواری آن جشن گرفته می شود. این رسم و آیین کهن بی شبهه یکی از حلقه‌های پیوندی زنجیری ناگسستنی ملت‌های هم نژاد، هم زبان و هم فرهنگی آریایی می باشد که در عهد دولتداری طاهریان و صفاریان عمری دوباره یافته، تار و پودی جهانی معنوی و مادی نیاگانی ما را در عهد عباسیان پاینده داشت. و در این راستا احیا شدن جشنهای قدیمه نوروز، مهرگان و صده به مثال چون پوری تقدیر سازی بود که دستاوردهای بزرگ تاریخی، سیمای معنوی، سرشت اخلاقی، آرزو و آمال، جهان بینی و جهان شناسی، خلاص همه رکنهای اساسی دولت و دولتداری و تمدن ملی تاجیکان را به روزگار سامانیان رسانید و به آن عمری بیگزند و جاودانه بخشید. امروز بزرگداشت و شناخت جشنهای ملی نوروز، مهرگان و صده برای ما ارجگذاری به اصالت و هویت و معرفتی رنگین نیاگانمان
در طول 1000 ساله ها می باشد که از صحنه پرهنگامه تاریخ و برد و باخت ها گذشته تا عصر انقلاب های علمی و تکنیکی و معجزه های کیهانی زمانی ما رسیده است. ما تاجیکان آن را در سطح دولتداری با شکوه و عظمتی خاصه تجلیل نموده، با تار و پودی ناگسستنی این جشنهای بی زوال آرمانهای والای و خجسته زندگی گذشته، امروز و آینده را با هم پیوند میزنیم. من همان گم گشته‌ای صد بار پیدا گشتم، قطره 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 جمع گشتم، باز دریا گشتم. جوشنی من دفتر است و خنجری من خامه است، جوشنی من دفتر است و خنجری من خامه است. من نمی میرم به نامم، جاویدانی نامه است. اولین بیننده‌ای خورشیدم از روزی ازل، زندگی را پرتوی امیدم از روزی ازل. ای روی خورشیدم و روشن دلی عالم منم، شمعی پر نوری خیرات در محفل عالم منم. لذتی اسرار معنی را به من بخشیدن، گنج‌های سرمدی کانی سخن بخشیدن، در همه روی زمین
دانن اجدادی مرا، لفظی من گفتاری من، طبعی خدا دادی مرا. کاخی جاویدان این است، از خویشتی جادی من است. خانه ذاتی اهل فهم است، به دل آبادی من است. مست چون خیام از دیگر مینا منم، دردمندان را طبیبم، وارثی سینا منم. گر از اجداد به اولادش غم و آزار ماند، لیک از اجدادی دوراندیشی من اشعار ماند. شاه را سحری کلامی رودکی بخشیدن، رنگ را گردان حافظ با دو حرف از راهی جان. шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори 126-умро аз китоби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён шунидед. ровӣ ализода абдурашиди хоҷамқул, коргардон шералӣ нағзалӣ. поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. шод бошед. من همان همت بلند دلکشادی عالمم، در غمی آسودگی روزگاری آدمم. همتم را دید زرخواهان زرم را بردن، گنج‌های مرزی شاعر پرورم را بردن. گر زرم را بردن آبی زرافشان کم نشد، گرچه لعلش رفت سنگی از بدخشان کم نشد. سیل و بادش برد گنجی خاکی ختلان کم نشد. کم زمین شد لیک فیضی تاجیکستان کم نشد. کم زمین شد لیک فیضی تاجیکستان کم نشد. کم زمین شد لیک فیضی تاجیکستان کم نشد.